الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجونك. الآية. صدق الله العظيم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گذاریم که برای من و شما توفیق بخشید تا اینکه بار دیگر و در جلسه دیگر از برنامه‌های الگوهای هدایت در خدمت شما علاقمندان و عاشقان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم. در جلسه گذشته پیرامون عوامل برجستگی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق، ارتباط به اسلام آوردن سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و همچنین ارتباط به دعوت دادن سیدنا ابوبکر صدیق به سوی اسلام و موضوعات دیگری که ارتباط به شخصیت ابوبکر صدیق داشت اشاره کردیم. در این جلسه بحث ما پیرامون هجرت سیدنا ابوبکر صدیق هست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چگونه هجرت میکنن؟ چگونه از مکه مکرمه طرف مدینه منوره روان میشوند؟ مسلمان ها زمانی که مورد آزار و اذیت مشرکین قرار گرفتن، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برایشان اجازه هجرت دادند. مسلمان ها یکی پس از دیگری رایی هجرت می شدند. دیار مکه مکرمه، سرزمین مکه مکرمه ترک می کردند و به طرف مدینه منوره می آمدند. روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میآیند به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگن یا رسول الله، برای من اذن بدی، برای من اجازه بدی که من هم هجرت کنم، چون اجر و پاداش هجرت اجر و پاداش ساده نیست. یا رسول الله، برای من هم اجازه بدی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن: لا تعجل، ای ابوبکر عجله نکن، لعل الله یجعل لك صاحبا. الله سبحانه و تعالی برای تو دوست انتخاب می کند. دوست را الله برای تو انتخاب میکنه که تو همراه او هجرت کنی. وقتی حضرت ابوبکر صدیق این حرف را میشنوند، آن زیرکی و هوشیاری و فهم و دانشی که الله سبحانه و تعالی برای صدیق اکبر داده بود، ابوبکر صدیق متوجه این قضیه شدن که شاید روزی همرکاب با رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم. تا اینکه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکنن و میفرمایند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت ظهر به خانه ابوبکر تشریف آوردند و میفرمایند که همیشه رسول معظم اسلام که می آمدن در وقت صبح و یا در وقت صبح و مساء یا از طرف شام به خانه
صدیق اکبر می آمدن، ولی ناگهان رسول معظم اسلام در وقت ظهر وارد خانه ابوبکر صدیق شدن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر صدیق صحبت میکنن. قبل از این که صحبت را آغاز کنن میگن ای ابوبکر، میخواهم با تو تنها بنشینم و تنها با تو صحبت کنم. حضرت ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله، این عایشه هست، این خانواده من هست. بعد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جریان هجرت را برای ابوبکر صدیق بیان میکنن که ابوبکر، وقت این رسیده که من و تو این سرزمین را ترک کنیم و به سوی مدینه منوره رهسپار شویم. هجرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بحث طولانی است، چون موضوع ما پیرامون شناخت صدیق اکبر، جایگاه ابوبکر صدیق، مقام حضرت ابوبکر صدیق هست. اگر ارتباط به هجرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم، جلسات را هجرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در بر خواهد گرفت. آیه قرآن اشاره می کند وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آن هنگامی که دشمن تصمیم میگیرد، مکر میکند، آن هنگامی که مکر دشمن به سرحدی میرسد که نقشه قتل رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را دارد، نقشه میریزن یا پیامبر کشته شود یا پیامبر حبس شود یا اینکه از شهر و از دیار بیرون شود. الله سبحانه و تعالی برای پیامبر خود اذن هجرت میدهد که هجرت بکن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در این سفر صدیق اکبر را انتخاب میکنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حرکت میکنن به طرف غار ثور. گفتیم که پیرامون شخصیت ابوبکر صدیق هست. حضرت صدیق اکبر 3 شبانه روز به همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در غار ثور هستند. حالا زمانی که رسول معظم اسلام برای ابوبکر صدیق میگویند لا تعجل، عجله نکن، از آن وقت حضرت ابوبکر صدیق متوجه می شود که شاید این لطف الهی شامل حال ابوبکر صدیق شود که همرکاب با رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. ابوبکر صدیق شروع می کند به تربیه خانواده خود. ابوبکر صدیق 2 شتر را در جای می بندد و مخصوص این سفر آماده می کند. ابوبکر صدیق خادم خود را در این راستا تربیه می کند. حالا در هجرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خانواده ابوبکر صدیق چگونه نقشه داشتن و از این سفر کیها واقف بود؟ چی کسی واقف بود که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هجرت کردن و مکه مکرمه ترک کردن؟ کی واقف بود؟ کدام اشخاص؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و خانواده ابوبکر صدیق. الله اکبر.
خانواده ابوبکر صدیق و انسانهای بدبخت و شقی، انسانهایی که در حقیقت در شأن اونها گفته شده صم بکم عمی فهم لا یرجعون یا لا یعقلون، کرن، کورن و گنگن که هیچ حق را نمی بینن و نمیشنون و حق را درک نمی کنن. میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر را همراه خود برد تا اینکه دشمن را متوجه نسازد. عجب، کل خانواده ابوبکر صدیق، فرزندانش در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در هجرت قرار دارند. حالا نقش عبدالله ابن ابی بکر در این سفر چیست؟ عبدالله فرزند ابوبکر صدیق در سفر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه نقش دارد؟ نقش اطلاع رسانی. شب می آید در کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در کنار و در غار ثور در آنجا می خوابد. در وقت سحر قبل از اینکه صبح شود خود را به مکه می رساند تا اینکه کسی متوجه نشود که عبدالله کجا بوده. سبحان الله. و بعد در روز اطلاعات مشرکین را کشف کرده و شب برای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیان می کند. وظیفه اطلاع رسانی عبدالله ابن ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و سلم را واقف می کند. هر لحظه با رسول الله صلی الله علیه و سلم با غار ثور ارتباط دارد. نقش حضرت عایشه رضی الله عنها و حضرت اسماء رضی الله عنها دختران ابوبکر صدیق، اینها در هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه نقش داشتند؟ زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم هجرت میگیرند در خانه ابوبکر صدیق و از دروازه خانه ابوبکر صدیق، خانه حضرت ابوبکر صدیق در عقبش دروازه بود، بیرون میشوند. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمایند که ما غذای سفر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را آماده میکردیم. سبحان الله. به راستی که ابوبکر صدیق لیاقت و شایستگی صدیقیت را داشته. در حقیقت ابوبکر صدیق شدن و ابوبکر شدن بلکه که آسان نیست، محال هست. محال هست. هیچ کس به درجه ابوبکر صدیق نمی رسد. ابوبکر صدیق هست که به نزد الله سبحانه و تعالی بعد از انبیاء علیهم السلام قرب و منزلت و جایگاه دارد. بعد النبیین و المرسلین ابوبکر صدیق هست. این خانواده چگونه تربیه کرده است ابوبکر صدیق؟ حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه و حضرت اسماء رضی الله عنهما اینها ترتیب غذا را میدادن. ترتیب غذا برای رسول معظم اسلام که اشاره شده که حضرت اسماء وقتی که غذا را می آوردن به رسول معظم اسلام، آن ظرفی که به دست داشتن چیزی نبود که سر او را محکم ببندن. نطاق به اصطلاح کمربند خود را از کمر خود باز میکنن، نیم میکنن، نیمش را بر ظرف میبندن و نیمش را بر کمر میبندن. این حالت را که رسول معظم اسلام میبینن میگن ذات النطاقین. این یک لقب، یک جایزه از طرف رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای حضرت اسماء هست. نقش اسماء بنت ابی بکر در رازداری بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما خواهیم بود.
رساله حق، اسلام ناب به دور از خرافات. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، پیرامون هجرت صدیق اکبر هست به همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. گفتیم که نقش عبدالله ابن ابی بکر در این سفر، در هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نقش حضرت عایشه و حضرت اسماء رضی الله عنهما، حالا ارتباط به رازداری حضرت اسماء، ابوبکر صدیق چه شخصیت هایی را تربیت کرد، چه آمادگی برای هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت. سبحان الله، زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هجرت میکنن، مشرکین واقف میشن و میدانن که بهترین دوست و نزدیکترین شخص برای رسول معظم اسلام ابوبکر صدیق هست. مستقیم میآیند دروازه خانه ابوبکر صدیق، در میزنن. حضرت اسماء دروازه را باز میکند و بعد پرسان میکنن کجاست پدرت؟ حضرت اسماء میفرماید که من نمیدانم الان کجاست، چون در آن لحظه نمیدانست حضرت اسماء که کجا بودن. گفت همین لحظه نمیدانم کجاست. ابو جهل با سلی محکم بر رخسار و بر روی حضرت اسماء میزند که از اثر اون سلی گوشواره حضرت اسماء از گوشش می افتد و صورت حضرت اسماء خونالود می شود و باز هم می گوید که من نمیدانم. ببینید که ابوبکر صدیق چگونه فرزندان خود را تربیت کرد، چه شخصیت هایی را آماده به هجرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نمود. نقش حضرت اسماء بنت ابی بکر نسبت به آرامش خانه. ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق بعد از این که شنید که ابوبکر صدیق مکه را ترک گفته، آمد به خانه ابوبکر صدیق تا این که از فرزندانش احوالی بگیرد و بعد آمد پرسان کرد، گفت که ابوبکر چی گذاشته در خانه؟ آیا چیزی هم گذاشته که شما را تنها و در این حالت قرار داده؟ هدف ابو قحافه ای بود که آیا دنیا را همراه خود، سرمایه را همراه خود برده یا چیزی هست؟ حضرت اسماء میگه که بله پدرم خیر کثیری به ما گذاشته، چون در بین عرب مال و دارایی و ثروت به عنوان خیر هم استفاده میشد. در آنجا نیت حضرت اسماء این بود که بله ابوبکر صدیق خیر کثیری گذاشته، ایمان، خداجویی، عشق و محبت به خدا و پیامبر، این خیر کثیری است، خیر کثیری. و بعدا داخل یک به اصطلاح تاق سنگریزه ها گذاشته بود، چون ابو قحافه نابینا شده بود. حضرت اسماء دست ابو قحافه را می آورد روی اون سنگریزه ها، میگه اینها را گذاشته.
پدرم اینها را گذاشته، سنگریزا. ابو قحافه مطمئن میشه که اگر ابوبکر رفته مال و ثروت در جا گذاشته، نبرده. ببینید این ذکاوت، این هوشیاری حضرت اسما را. اسما بنت ابی بکر، تربیت یافته دست ابوبکر رضی الله عنه. نقش عامر ابن فهیره این کیست؟ نقش عبدالله را در هجرت رسول الله دانستیم، نقش عایشه و اسما را دانستیم، نقش اسما را در رازداری و در آرامش خانه دانستیم. حالا نقش عامر ابن فهیره یا فهیره ای کیست؟ خدمتگار حضرت ابوبکر صدیق، آزاد شده ابوبکر صدیق. ای چه کار میکنه؟ ای چی وظیفه داره؟ در هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم عامر ابن فهیره چی نقشه داره؟ گوسفندان را میچرانه، میآورد به دامنه کوه ثور، جبل ثور، از دو جهت. از یک جهت تا اینکه از آن شیر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق استفاده میکردن. دوم، نقش قدمهای رسول معظم اسلام و ابوبکر صدیق و همچنین او شخصی که به نام عبدالله ابن اریقط بود، نقش پاهای اینها را بی اثر کنه، اثر نقش پا خلاصه از بین بره. سبحان الله. این همه موضوعات دور اندیشی سیدنا ابوبکر صدیق را نشان میدهد. ابوبکر صدیق 2 شتر آماده می کند به هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق خانواده را آماده می کند و در خدمت هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق خدمتگزار و آزاد شده خود را آماده می کند، چنین با ایمان قوی رشد می دهد و آماده می کند. سبحان الله. عبدالله ابن اریقط که مسلمان هم نبود، به عنوان رهنما او را آماده می کنند. وقتی 2 شتر به او تسلیم می شود، به همان موعد، به همان وعده، به همان جایی که قول و قرار گذاشته بودن، بعد از 3 شبانه روز که از غار پایین میشن، در کنار جبل ثور او ایستاده هست و رسول معظم اسلام و صدیق اکبر راهی مدینه منوره می شوند. سبحان الله. یک لحظه فکر کن، یک لحظه. ابوبکر صدیق آزاد شده خود را، خدمتگار خود را چگونه تربیت می کند؟ ابوبکر صدیق فرزندان خود را، پسر و دختر را چگونه تربیت می کند؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه چه سعادت الله سبحانه و تعالی نصیب ابوبکر صدیق می کند. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرمایند که من همیشه فکر می کردم که انسان در غم و اندوه و مصیبت می گرید، هنگامی که رسول معظم اسلام پیشنهاد هجرت را، گفتگوی هجرت را، تصمیم هجرت را به همراه صدیق اکبر میگیرند، ابوبکر صدیق از شوق گریه می کند، از شادی گریه می کند.
حضرت عایشه صدیقه میفرمایند که من آنجا دیدم که اشک شوق هم ریختانده می شود. چی سعادت بالاتر از این سعادت که از بین همه زمینیان، از بین همه صحابه، ابوبکر صدیق به همراهی آقای مخلوقات و سردار انبیا مفتخر می گردد. خوشا به حالت ای صدیق اکبر، خوشا به حالت آن شبهایی که در غار ثور با رسول نازنین تک و تنها فقط تو بودی و رسول نازنین. چی خلوتی، چی عشقی، چی محبتی، چی لحظاتی که ثالث شما رب العالمین بود. الله اکبر. ابوبکر صدیق در غار، در کنار رحمت للعالمین، حامی و پشتیبانشان رب العالمین، از این سعادت و از این سعادت بالاتر یافت نخواهد شد. زیرکی و هوشیاری صدیق اکبر و آیاتی که به شأن اهل غار که ثانی اثنین اذ هما فی الغار در آیه 40 سوره توبه اشاره شده، چون وقت برنامه به پایان رسید، در برنامه آینده و جلسه بعدی ان شاء الله پیرامون زیرکی و هوشیاری ابوبکر صدیق در مسیر راه و همچنین اشاراتی که در آیات قرآن نسبت به ابوبکر صدیق شده بیان خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را پیرو واقعی صدیق اکبر بگرداند. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.